کمال سایدره، سال آخر مدن. استخراجمون نسبت به سال قبل به 5.5-6% رسیده. جمعاً 19 میلیون تن از معادنمون استخراج کردیم. کمه؟ میدونی چقدر میشه؟ سرجم میشه 3,865,000,000 دلار. پول کمیه؟ بابا همچی میگه انگار اون پولا رو میخوام بریزن تو جیب پسرت. دلت خوشه دیگه. به خاطر چندر غاز میخواد بره تو دل زمین، داری از خوشحالی بال در میاری. خودت خوش بکنی؟ پسر با غیرتم 90 گرفته. تو این امتحانم قبول شده. با این حساب به زودی فارغ التحصیل میشه. مبارک باشه. زنده باشی مهمت جان. سلامت باشی. داری پدر مهندس میشی؟ آره 1000 ماشاءالله حسین خان. واقعا هم چشممون روشن. اون همه درس خون آخرش زغال فروش میشه. تانر جان به مادرت زنگ بزن بگو برای شام حسابی تدارک ببینه. تعارف نکن بابا. بگم گوسفند قربونی کنه. بفرمایین یه نفر. کسی کارت شارژ اضافه داره؟ ببخشید پول قبول نمی کنیم؟ اجازه بدین کمکتون کنم. خیلی معذرت میخوام، داشتم میافتادم. مهم نیست، بفرمایید. اینجوریه. چیزتون که نشد؟ نه خوبم، خیلی ممنون. ممنونم. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. نه نمیخوام. نمیشه، بالاخره شما کارت زدین. خواهش میکنم این بگید. چه حرفیه؟ اصلا مهم نیست. باشه خیلی ممنون. انگار اونجا خالی شد. اگه بخواید میتونیم بشیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی لطف کردید. واقعا قابلی نداره.
به داداش چه به موقع اومدی؟ باید بریم قایق اوس احمد رو تعمیر کنیم. کمی 100 تا گیرمون میاد. چی شد؟ سرپا خوابت بود؟ حتی خوابم دیدم. اتفاق خیلی جالبی افتاد. خوش اومدین. یه جایی نزدیک ساریر پیاده شدم. از اونجا هم سوار تاکسی شدم برگشتم. آره نه بابا خیلی خوش گذشت. باشه عزیز دلم، من اصلا مشکلی ندارم. ماشین دستت بمونه فردا میگیرم. یاسمین جون الان رسیدم خونه، میبینمت. چه خبر عزیزم؟ سلامتی؟ چطوری؟ خوب. من اومدم. خوش اومدی. ماشین چرا دست یاسمینه؟ چون سوار اتوبوس شدم. هیچکی نه تو. اتوبوس؟ برای نمایشگاه گروهی کار کردم. از قیافه ها و ژستای تکراری خسته شدم. گفتم یکم متفاوت باشه. خوب شده. کاری عجیب غریب میکنی اوکیا. امیدوارم که این کارا برای تبدیل به عادت نشه. من میرم یه دوش بگیرم و استراحت کنم. آره خب لو لورده شدن تو اتوبوس آدمو خسته میکنه. ببین چه جوری اعصابمو خورد میکنه. اوزان زیاد نخوابیا، شب مهمون داریم. اوکیا افسانه بفرمایید. لباسایی که تن اوکیا بود و فوری بفرست خوشجویی باشه عزیزم. چشم. چیزیتون که نشد؟ نه خوبه. برات یه شربت خنک بیارم میخوری؟ باشه. از یه جایی بدجوری بوی سوختگی میاد. فکر کردی نفهمیدم؟ مگه جیگرت نسوخته؟ پسر چی داری میگی؟ داداش جون وضعت بخیمه. چته تو؟ برکی بگی باور نمیکنه. به نظرت بازم میبینمش؟ هرچی قسمت باشه همون میشه رفیق. وقتی یه بار دیدیش حتما بازم میبینیش. ولی بعید میدونم این دفعه دیگه زنده برگردی. شوخی دستی نکن بابا. کمک میخوای دیگه. آره. اوکیا اگه تا 5 دقیقه دیگه نیای پایین به خدا دیگه نه من نه تو. پاشو همه اومدن. مامان عزیز دلم امشب برای پدرت خیلی مهمه، برای هممون خیلی مهمه. اگه با هم به توافق نرسن و سهام به فروش نره اون وقت دیگه فقط برای تفنن سوار اتوبوس نمیشی. تنها راه نجاتمون اینه که عمو قادر این شرکت رو بخره. به جای اینکه براشون ناز کنی مثل یه دختر خوبی یا پایین و دلشون رو به دست بیار. با آمرم درست رفتار کن. خیلی خوش اومدی. ممنون که دعوتمون کردی. شما که دعوت لازم نداری. خونه خودتونه. ممنون حیدر جان. خوش اومدین. به به. خوشگلم. تو هم خوش اومدی. اوکیا جون هر روز خیلی خوشگل‌تر از قبل میشی نه؟ چطوری؟ از این به بعد خوبه. خب دیگه بفرمایید سر میز. بفرمایید. خیلی خوشحال شدیم تشریف آوردید. شرمندمون کردی. امروز تو اتوبوس بشیکتاش ساریر دیدنت. فردا کدوم مسیری؟ نکنه این دفعه برای پیدا کردن چهره‌های جدید میخوای سوار مینیبوس بشی؟ مطمئنی من و تو دو قلویی؟ به نظرم باید برادر عامر میشدی اوزان، نه من. لنگه همین. اوکی دخترم، شما باز شروع کردی؟
عشقای بزرگ با دعوا شروع میشه. ولی خیلی وقتی از مرحله شروع گذشتین، درست نمیگم؟ ما داریم به مرحله شیفتگی میرسیم. اما قادر، شما واقعا مطمئنین میخواین این امپراتوری بزرگتون رو بسپارین دست عامر؟ با کمال میل دخترم، خیلی به عامر اعتماد دارم. تا حالا چندین مرتبه خودش رو ثابت کرده. اصلا نگران نیستم. کاملا مطمئنم موفقیت‌های خیلی زیادی به دست میاره. همتون رو نجات میدم. انشالله. خیلی خوب است. به سلامتی آینده خوب. به سلامتی آینده. به سلامتی عامر. آفرین پسر گلم. 90 گرفتی؟ آفرین. مامان جون کاش اون نمره ها به یه دردی بخوره. از آخرین مصاحبه کاریم تقریبا 2 هفته گذشته و چون تا حالا به هم زنگ نزدن معلومه به اینم امیدی نیست. پسرم خودت گیر دادی گفتی میخوام تو معدن کار کنم. مگه استادات بهت نگفتن تو دانشگاه بمون، آیندت خیلی روشنه؟ مامان جون من باید کار کنم. عزیزم الانم داری کار میکنی دیگه، مگه بیکار نشستی؟ ببین از بس قایق مردم و سنباده کشیدی دستات به چه روزی افتاده. آره این دستا دارن نجاتمون میدن. اجاره و قبض آب و برق رو پرداخت میکنن، خرج ذهنبو دارن میدن. دستای مهندسن دیگه، الکی که نیست. تانر زر نکن. دارم سر به سرش میزنم بابا. بابا حق با داداشه. بابت فداکاریتون ازتون ممنونم. انشالله نوبت منم میرسه. شاکریم داداش، حرفمو به دل نگیر. داداش میگم این مهندسا هستن که واسه تعطیلات تابستون میفرستنشون کمپ تفریحی. ایشالله تو هم یه همچین کاری پیدا میکنی. اینو ببین خانم از الان برای خودش نقشه کشیده ها. من حرف بدی زدم مامان. خوب میشه دیگه، با هم خانوادگی میریم تعطیلات. صبر کن اول یه کار پیدا کنم، بعد برای تعطیلاتم یه فکری میکنیم. داداش تانر خودش میبرتت مسافرت. پولا داره پس انداز میشه. صداشو در نیار. ایول داداش تانر، اول یه کار خوب پیدا کن، بعدش با امید خدا یه همسر خوب. ایشالله. بله تا قسمت چی باشه. بیدا کافیه دیگه، به قدر کافی خستم، تو هم گیر نده. چاره دیگه به جز قبول پیشنهاد عامر داری؟ هی در چی تو فکرته؟ ما داریم ورشکست میشیم. نمیفهمم تو هنوز برای چی داری تاقچه بالا میذاری؟ اون قرارداد امضا کن تموم شه بره. ببین من به خاطر آرامش خودت میگم، چاره دیگه این نداریم. ویدا دیگه طرف حسابم قادر نیست. میگی به عامر تازه کار اعتماد کنم؟ آره مجبوری به عامر اعتماد کنی چون چاره دیگه ای نداری. اگه نمیخوای ورشکست شیم باید پیشنهادشو قبول کنیم. یعنی باید به اونی که میدن راضی بشیم. آره تقریبا 70% سهام شرکتو میخوان. سنباده دست من، رنگارم گرفتیم. چیز دیگه ای نمونده؟ نه همه چی گرفتیم. ساله بیا زودتر از اینجا بریم چون دارم خفه میشم. چی کار میکنی؟ من میگم بریم تو وای میسی جلو مغازه. خیلی به زینب میاد نه؟ از اینجور چیزای رنگ و برنگ خوشش میاد. تخفیفم خورده. پول ندارم پسر. من دارم بابا، بیا پولشو میدم. یه بار تو عمرم میخوام براش هدیه بگیرم. بیا. چرت و پرت نگو. بعد زینب مخمو میخوره که ساله بیشتر از داداش خودم بهم اهمیت میده. را بیاف بریم. تازه بعدن رنگای دیگه شم میخواد. اون دیگه چیه؟ یعنی چی؟ چی شد؟ به چی نگاه میکنی؟ چقدر آشناست. پسر این کپی خودته.
اوکیا. کی است؟ نکنه اون دختر است پسر؟ همونی که یه ماه داری ازش میگه اینه؟ دختره عجب نقاشی بوده بابا، دمش گرم. بیا بپرسیم ببینیم کجاست، چطوری میشه پیداش کرد. نه بابا نمیخوام. پسر حرف گوش کن، بیا بپرسیم. نپرس. قاسم هدیه یادت نره. قربان فکر میکنم رنگ لباس گلبهیه. فکر میکنی یا مطمئنی؟ مطمئنم قربان. گلایی که خواستین رو 10 دقیقه قبل از بریدن کیک میارن تحویل میدن. بعدش هم فوراً تقدیم میشه به خانم اوکیا. روی کارتم مطابق خواستتون نوشته تولد تو و تولد منه. قربان عرض ادب و تبریکمو به خانم اوکیا برسون. دست تو باشه 10 سال طول میکشه با دختر آشناشی. برای چی جلومو گرفتی؟ چرا نذاشتی بپرسم کجاست؟ هی نکنه منتظری مدرکتو بگیری ها؟ میخوای بعدش موقع طرفو بزنی؟ منو ببین تو اینا رو بگی. باشه بدونم. من میرم لباسامو عوض کنم. تو هم یکم هوا بخور. باشه داداش ردیفه. Ne varsa attığım içime çat diye resim var. مکنیش Açıklarımız var. Takımının harp diye resim var. Çat diye çatlamak üzereyim. Neresinden tutup da dizereyim. بگی یه جای خوب پارکش کن. ممنون. کجا موندین بابا؟ قرار بود شما زودتر از همه بیاین. اوکیا جون برچینه ترافیک بود. عامر اومده؟ نه خوشبختانه هنوز نیومده. دوست دارم زودتر هدیه‌شو ببینم. اصلا نگه حوصله‌شو ندارم. بگی داداش رفیقمون اشتباهی داد به من. ای داد چشماتو باز کن تو میتونی. چه شده عامر؟ از وقتی اومدم نتونستیم تنها بمونیم. فکر نمی کنی طبیعی باشه؟ چون امروز تولدم و فقط تو اینجا نیستی. همه ی دوستام هستن. به جز من با همه رقصیدی. داوود خیلی ناراحت شد. من بیشتر ناراحت شدم دختر. مثل اینکه خیلی خوردی عامر. ولم کن. خبر نداری چه کارهای مهمی رو نصفه گذاشتم که بیام اینجا. عامر میشه ولم کنی؟ میبینی چقدر برات ارزش قائلم دیگه. عامر لطفاً کشش نده. ولم کن. میگم دستتو بکش. اوکیا چی شده؟ به تو چه؟ داری چی کار میکنی؟ عامر رفتار درست نیست. حواستو جمع کن. گم شو. چی؟ گم شم؟ به تو چه بابا؟ به تو چه ها؟ تو چی کاره ای؟ داری دلمو میشکنی. تو یه آدم خودخواه و گستاخ و بی ادب و دیوونه روانی. ولی دیوونه تو هم. ول کن بابا. میرم تو قایق یکم هوا بخورم. داداش چی شده؟ داریم لاف میترکیم. اوکیا برو خدا رو شکر کن که جلو همه نزدم در گوشت. از اینجا برو. خب حسودی میشه. حسودی نکن عامر. دورو برم نپلک. نمیخوام. با این کارت هم آبرومو جلو بقیه بردی هم مهمونیمو خراب کردی. تقصیر منه که آدم حسابت کردم و دعوتت کردم. پشیمونم. اوکیا راحتم بذار عامر. معذرت میخوام. نخواه. فقط راحتم بذار. فهمیدی؟ دیوونه خودخواه روانی. جای مزخرفی گرفته.
ببین روز تولدم چه بلایی سرم آورد. جشن تولدم رو خراب کرد. خوبی؟ خیلی بد بود. تناب گیر کرد به پام. سرم خورد به قایق. داشتم میمردم. تولدت مبارک. میدونی واقعا امروز تولدم بود. میدونم. تولدت مبارک اوکیا. تو همونی؟ خب حالا فرض کنیم اسممو یه جوری فهمیدی. مثلا این دور و برا بودی و وقتی رد می شدی دیدی، یا تو کشتی نزدیک رستوران بودی وقتی دوستام صدام کردن اسممو شنیدی و فهمیدی تولدم. کاش تیکی یخ میذاشتی رو سرت. حالا الان بهتری؟ خدا کنه سرما نخورم. بگذاریم. این که تو همون پسری هستی که تو اتوبوس چشماشو کشیدم هم تصادفی بود؟ آقا لوان لباس اضافی چیزی نداره بپوشی؟ تو ناخدای ما رو از کجا میشناسی؟ اصلا کی هستی؟ چی شد که یهویی سر راهم سبز شدی؟ اسمم کماله. همون پسری که تو اتوبوس چشماشو طراحی کردی. جدی پرسیدم کی هستی؟ خب آره، یه جورایی حق داری حس بدی داشته باشی. اول افتادی تو آب، بعد من پشت سرت پریدم تو آب. بهتره یکم استراحت کنی. منم برم. ببین باشه، زندگیمو نجات دادی، واقعا خیلی ازت ممنونم. ولی خب تو هم به من حق بده. با کسی که یه ماه رو طراحی چشاش کار کردم یه دفعه دوباره وسط دریا روبرو شدم. بعدش هم جزئیات عجیبی راجع به زندگیم بهم گفتی. میفهمی چی میگم؟ چیزی نیست که آدم تعجب نکنه. نه، همونطور که خودت حد زدی وقتی رد میشدم دیدمت. جشن تولدت بود، اسمتو نوشته بودن. آقا لوانت هم میشناسم چون ما همه ناخدای اینجا رو میشناسیم. تو هم قایق داری؟ نه، قایق ندارم. من قایقایی که اینجا رو تعمیر میکنم. سنباده زدن، رنگ کردن و از این جور کارا میکنم. تمام وقت کار نمیکنم، ولی هر از گاهی کمک میکنم. فقط از روی خیرخواهی که این کارو نمیکنی؟ خب نه. تو اصلا تعجب نکردی؟ گفتم طراحیت کردم و تو رو کشیدم ولی اصلا تعجب نکردی. نکنه هر روز یه غریبه نقاشی تو میکشه؟ نه بابا. پس میخوای به این بازی اسرارآمیزت ادامه بدی؟ بذار از الان بهت بگم هر لحظه ممکن از این بازی خسته بشم. حواست باشه. اوکیا، زود باش برو بالا. بودو قایق رو روشن کن بریم. زود باش. مگه چی شده؟ دیگه. مطمئنی؟ آره مطمئنم. تنابا رو باز کن. اوکیا خوبی؟ خوبم، خیلی خوبم. تولدمون مبارک. خیلی دوستت دارم. کجا داری میری؟ کی پیشته اوکیا؟ خدا رو شکر حالش خوبه. انگار داوود پیششه. من فکر کردم رفته، پس با هم بودن. حوصله نداشتم کلی براشون توضیح بدم. دختر جالبی هستی. عجیب.
مامانم معمولا میگه عجیبم. خب لا خدا لطفاً یه جایی نگه دار. نوبت منه که از اسرار تو سر در بیارم. خب حالا چرا معدن؟ رشته دیگه ای نبود بخونی؟ راستشو بگو رتبت فقط به این رشته رسی داره؟ کمال شایدم نرفتی دنبال کار مهندسی معدن ها؟ میخوام شرایط کار اتفاقی که اونجا میافته رو تغییر بدم. میخوام برم تو دل معدن و اونجا رو به نمونه ترین معدن تو کشور تبدیل کنم. پس ایدئالیست. خب چرا نباید باشم؟ بی خودی که مدرک نگرفتم. حق داری. منم همینجوری دارم برای خودم یه چیزی میگم دیگه، به دل نگیر. لیلا میگه جسارت زیادی میخواد که آدم بدون فکر حرف بزنه. اوه تیکتم انداختی دیگه. اینجوریه؟ یه جورایی آره. لیلا دوست دخترته؟ نه بابا، نه نیست، دوستمه. اولی زن فوق‌العاده‌ایه، اطلاعاتش خیلی زیاده، اصیله، سنش یکم از من بیشتره اما جوان‌تر به نظر میاد. از خیلی جوان‌تره، یعنی نسبت به همسن و سالش. میشه گفت سرنوشت ما رو برای هم انتخاب کرده. واقعا؟ من امروز نمردم، متولد شدم. راجع به معدنم اطلاعات کسب کردم که خوب بود. به لطف تو حس میکنم دوباره متولد شدم. اصلا از کجا معلوم؟ شاید سرنوشت ما رو برای هم انتخاب کرده. نظرت چیه برگردیم؟ دیر شد، یه وقت نگرانت میشم. باشه. آره بریم، بذار کمکت کنم. چی شد؟ گولت زدم. دیگه قرار نیست هر لحظه مجبورت کنم قهرمان بازی در بیاری، را بیفت. داوود، شما کی هستین؟ قایق سواری خوش گذشت. دیگه تکرار نشه. اوکیا خانم، همه چی رو به راهه؟ چه جورم؟ تولدم مبارک. خیلی ممنون. تولدت مبارک. اوکیا. ماشین منتظرتونه خانم. آقا با اجازه، شب خوبی داشته باشی. وقتی گفت اوکیا خانم شاخ در آوردم. پس آقا لواند واسه اونا کار میکنه؟ آره، یعنی دختره پول داره. تعریف کن دیگه، چی شد که دوباره همدیگه رو دیدین؟ داداش خواهش میکنم امشب چیزی ازم نپرس. خیلی خوب، نمیپرسم. تولد تو تولد منه. مامانم اینو صاف آورده گذاشته جلو چشم من. خیلی خوشم میاد. حالا اتفاقی که واسه داوود افتاده چه ربطی به عامر داره؟
خودش گفت که چند تا مس ریختن سرش. داوود جان بازم میگم کار عامر نیست، بی خودی اوکیا رو پرش نکن، نذار قضیه بزرگ بشه. اونجوری واقعا نمیدونم عامر چه بلایی سرت میاره. کاری نکن عامر باید دشمن شه. داوودم خیلی مس بوده، نفهمیده چی گفتن. شاید هم تقصیر خودش بوده و نمیگه. درسته عامر یکم زود عصبانی میشه ولی یکم؟ خب تفلک بعد جوری عاشقته، عقلشو از دست داده. اوزان ول کن تو رو خدا. عامر جز یه مرتیکه یه عوضی دیوونه یه گستاخ و بی‌تربیت نیست. خیلی خوب لطفاً آروم باش. نمیتونم آروم باشم اوزان. تو انگار متوجه نیستی ولی عامر داره از وضعیت بابا علیه ما استفاده میکنه. یه جوری رفتار میکنه انگار صاحب هممونه. از این پررویی گستاخیش واقعا متنفرم. خیلی خوب خواهش میکنم آروم باش، سرم درد میکنه. اوزان چیت شده؟ داروتو خوردی عزیزم؟ بله خورده. من سرشو درد آوردم. اونا چیه مال منه؟ این گلا به مناسبت اولین صبح سن جدیدت از سال گذشته به طور اختصاصی پرورش داده شده. خوشگل خانم دوباره تولدت مبارک عامر. ای خدا این پسر آخر سر دیوونم میکنه. مامان میشه همه این گلا رو از اتاقم ببری بیرون؟ خواهش میکنم و الا روشون بالا میارم، جدی میگم. باشه. گلای تو گلای منه، تولد تو هم تولد منه. ببین گوش کن، یکم قدر شناس باش. آخرش کاری میکنی بچه باد قهر کنه. بگیرش. تو یه چیزیت هست. چرا ناراحتی پسر گلم؟ ناراحت نیستم مامان، برعکس خیلی هم خوبه. قضیه عشق و عاشقیه؟ نه بابا. کمال نمیخوای به مادرت بگی؟ مامان جون اگه چیزی بشه بهت میگم. یعنی چی؟ شدنی نیست ها؟ یه وقت عاشق کسی نشی که بعدم برامون درد سر بشه ها. مامان جون نمیفهمم یعنی چی؟ این حرفا رو از کجا در میاری آخه؟ خانم من دارم میرم، از بیرون چیزی نمیخوای؟ چرا حسین میخوام. یه لحظه وایسا حسین. این پسر یه مشکلی داره. ببین اجاره رو 2-3 روز دیرتر بده، به جاش یکم پول بده بذار تو جیب این بچه باشه. شاید پول لازم داره. خودش اینو گفت؟ نه نگفت ولی مشکلش همینه. من فهمیدم. اجاره باید به وقتش پرداخت بشه، اینجوری نمیشه. اگه حضرت آقا خرجی لازم دارن ما میدیم. آروم. چقدر پول لازم داری شازده؟ من چیزی لازم ندارم. تانر خوش اومدی. صبح بخیر. ممنون. مادرم گذاشته بودشون تو حیاط، مفصل توضیح داد چجوری بکاریمشون. انگار حوصله نداری. بهتره برم ببینم از اون کار جوابی در اومده یا نه. بعدش هم یکم کار دارم. ولی تو به اینا دست نزن خب؟ میام تک تکشو با دسته خودم میکنم. باشه؟ نه خیر نباشه. بیا بشین ببینم. زود باش بیا اینجا. چی شده عزیزم؟ چیزی نشده. من باید کار پیدا کنم. اینجوری احساس میکنم سربار خانواده‌ام. وقتی هم راجع به پول حرف میزنن خورد میشه. مشکلت یه چیز دیگه است. آها باز شروع کرد به پیشگویی کرد. به خدا یه چیزیت هست. صبح مادرم هم همین حرفا رو میزد. هی میگفت یه چیزیت شده و از این حرفا. خب شده دیگه. دختره رو دوباره دیدی؟ این دفعه با هم حرف زدین آره؟ جونشو نجات دادم. چی؟ میخوام یه داستان خیلی عاشقانه معرکه گوش بدم. تعریف کن. تعریف کن.
موبایلی چیزی نداری؟ هر وقت تو درد سر میفتم زنگ بزنم بگم کمال بیا نجاتم بده. بعدش به ساحل نزدیک شد. نه نزدیک نشد. ناخدا لوانت و صالح خودمون دست جمعی اونجا منتظرمون بودن. او جواب نده. موقع خدافزی رو دستم علامت بی نهایت کشید. ببخش. الو کمال خودشه. بله سلام. سلام. فرصت داری؟ خوابیده بودی؟ مزاحمت که نشدم. نه بابا نخوابیده بودم، میخواستم برم دانشگاه. یادت بهت گفته بودم یه دوستی دارم؟ لیلا. آره لیلا، اومدم پیش اون. پس من مزاحمتون نشم. نه بابا این چه حرفیه؟ چه مزاحمتی؟ باشه. راستش من همینجوری زنگ زدم ببینم شماره درسته یا نه. آره درسته، شماره درسته. خب پس تلفن قهرمانا رو نباید زیاد مشغول کرد. بهش بگو بیاد اینجا. اوکیه. بله. یه کاری بکن. بگو اگه کاری نداری بیا اینجا. بگو دیگه. اگه کاری نداری بیا اینجا پیش لیلا. نه کاری ندارم، یعنی کار زیادی ندارم. خونه ی لیلا کجاست؟ میخوای بیام دنبالت؟ آره بخوای میام. یکی نیست بگی آخه با چی میخوای بری دنبالش؟ میاد. نه من خودم ماشین دارم، تو فقط بگو کجا باید بیام. پس یه کاری میکنیم، تو بیا ساحل ینیکوی، من میام دنبالت. خیلی خوب، پس من حد اکثر تا 1 ساعت دیگه اونجا باشه. راستش فکر کنم 1 ساعتم طول نکشه. باشه پس میبینمت. میبینمت. داره میاد. ایوا اوکیا خوب شدی؟ خوب بودم. من الان کار دارم، شب میبینمتون. اوکیا آمر خواهش میکنم دیگه معذرت خواهی نکن. از این به بعد نه معذرت خواهی کن نه کاری کن که مجبورشی معذرت خواهی کنی. نمیخوام عذرخواهی کنم، میخوام اینو بهت بدم. عجله دارم. امشب تو لندن یه کنسرت بزرگه. ممنون. واقعا پیشنهاد فوق‌العاده‌ایه ولی من کار دارم. بهتره یکی دیگر رو پیدا کنی. پشیمون میشی ها. همه چی برنامه ریزی شده. با هواپیمای اختصاصی میریم و میایم. مطمئنم. آخه با تو همه چی خاص و ویژه است. ولی من هدیه‌مو دیشب گرفتم. اوزانو ببر.